سلام. میدونم شاید با خودتون بگین این کسخلی چیزیه؟ چرا اومده یه چنل جدید زده و توش همون کار چنل قبلی رو انجام میده؟ باید بگم که من کسخل نیستم. الان همه چی رو بهتون توضیح میدم. این چنل یه فرق بزرگ با چنل قبلی داره و اونم اینه که اینجا کاملا دست منه، نه دست یوتیوبرها. سبک این چنل استوری تایمه و درسته تو ویدیوی اول این چنل هم قول داده بودم که استوری تایم میسازم، ولی خب چنل یه مسیر دیگه داره. از اونجایی که ممکنه خاطرات من برای 99% شما اصلا مهم نباشه، قرار راجع بر ترندی که میبینم و یا چیزایی که ذهن منو درگیر میکنه ویدیو بسازم. در کنارش یکم خاطره. سری شورت های چنل قبلی که راجع به من بود هم با یه استایل جدید و احتمالاً سیاه‌وسفید تو این چنل آپلود میشه. خب پس حرف دیگه ای نمیمونه و اینم بگم که نگران نباشین، به احتمال زیاد راجع به بوک ویدیو نمیسازم.